شما فکر میکنی خداوند خودش به انسان جون داده، هر وقت لازم شد میگیره، اما یه موقعی میرسه که انسان دیگه خسته است، نمیتونه منتظر بشه که خداوند به مصالح خودش عمل کنه، دیگه خودش رأساً عمل میکنه. به هر حال این همون چیزیه که بهش میگن خودکشی. بعدم باید پذیرفت که واژه خودکشی رو فقط برای فرهنگنامه که نیاوردن، که بالاخره باید یه جای کاربردی داشته باشه. کاربردش هم الان همینجاست. خود انسان باید تشخیص بده کاربردش کجاست. تصمیم گرفتم یه جوری خودم خلاص کنم از این زندگی. حالا دلیلش هم نه به درد شما میخوره، نه اینکه من میتونم بگم. اگرم بگم متوجه نمیشی، نه اینکه نفهمی، میفهمی من چمه، اما حسش نمیتونی بکنی. شما میتونی با من همدردی بکنی، میتونی بفهمی من چمه، میتونی زبونی با من همدردی بکنی، ولی حسش نمیتونی بکنی. شما رنج خودتو داری، من رنج خودمو دارم. من میفهمم شما چته، شما میفهمی من چمه، اما حسش نمیتونی بکنی. برای همینم از شما به عنوان یه مسلمان میخوام به من کمک کنی. میتونی این کار بکنی؟ من میدونم که خودکشی از گناهان کبیر است، اما اینم گناه بزرگیه که انسان خوشبخت نباشه. وقتی خوشبخت نیستی باعث اذیت و آزار اطرافیانت میشی. این گناه نیست. این گناه نیست که اذیت و آزار اطرافیانت فراهم کنی، خانوادت رو اذیت کنی، دوستان رو اذیت کنی، خودت رو اذیت کنی. به نظر شما این گناه نیست؟ مگه شما رو اذیت بکنم، آزارت بدم گناه نیست؟ ولی خودم بکشم گناهه. من فکر میکنم که خداوند انقدر بزرگ و مهربون هست که نخواد رنج بندگانشو ببینه. خدا انقدر بزرگه که محاله بخواد زندگی رو به بندگان خودش تحمیل کنه. برای همینم این امکانو بهش داده. توی زندگی مشکلی پیش بیاد برای کسی اینجور راه حل باشه که خب توی دنیا الان کسی زنده نبود. زنده نبود که هیچ کسی، یک نفرم زنده. خاطره از خودم بگم. اول ازدواج ما بود، ناراحتی همه جور کشیده بودیم، همه جور. آخر اونقدر خسته شدم از ناراحتی که یه روز پا شدم خودم راحت کنم. بابا از این ناراحتی به چی خبره؟ زود تاریکی بود، پا شدم تناب برداشتم انداختم پشت ماشین، برم قال قضیه رو بکنم، برم خودکشی بکنم. برم رفتیم، اطراف میانه بود، سال 39. رفتم آقا، توتستان بود بغل خونه ما، نزدیک خونه ما. آمدیم تناب تاریک بود، تناب هر قدر می انداختیم گیر نمی کرد. یه مرتبه انداختم گیر نکرد، 2 مرتبه انداختم گیر نکرد، سومی آخر خودم رفتم بالا تناب گیر دادم. دیدم آقا یه چیزه نرم خورد دستم، توت بود. چه توت شیرینی، شیرین بود. اولی را خوردم، دومی را خوردم، سومی را خوردم. یه وقت دیدم هوا داره روشن میشه، آفتاب زده بالای کوه ریخت. چه آفتابی، چه منظره، چه سبززاری. یه وقت دیدم صدای بچه ها میاد، بچه ها مدرسه بود آمدن، دیدم من توت میخورم، گفتن آقا درخت تکون بده. ما هم درخت تکون دادم، اینا خوردن. من کیف میکردم، خوردم بله خوردم.
ما جمع کردیم آمدیم تو خونه. خانم ما هنوز از خواب بیدار نشده بود، آمدیم یه خورده هم دادیم به اونم خورد، اونم کیف کرد. رفته بودم خودکشی کنم، توت چیدم آوردم اینجا. آقا یه توت ما را نجات داد، یه توت ما را نجات داد. توتو خوردی و خانمم توتو خورد و همه چی هم خوب شد. خوب نشد، فکرم عوض شد. البته که اون ساعت خوب شد، ولی فکرم عوض شد، حالم عوض شد. در این دنیا هیچ کس نیست تو خونهش حرف نداشته باشه. محاله. این همه روی زمین آدم هست، محاله آقا تو خونهش حرف نداشته باشه. آخه نمیدونم حرف شما چیه، که اگر میدونستم بهتر حرف میزدم. آدم یه انسان که میره به یه دکتر باید دردشو بگی فلان جام درد میکنه. رفته بودم آقا خودکشی بکنم، یه توت من اینقدر عوض کرد. آقا دنیا جوری دیگریه، دنیا وقت دیگریه. تو عوض کن فکر تو، دنیا رو عوض کن، خوش ببین همه چی را، خوب ببین همه چی را. تو اول زندگیته، تازه به دوران میرسه، با یه سختی شما خودکشی بکنی، با یه سختی. قطع امید کردی؟ صبح پا شده ایش نگاه کردی؟ به آسمان نگاه کردی؟ نمیخوا اون دم صبح طلوع آفتاب نمیخوا ببینی؟ سرخ و زرد آفتاب و موقع غروب دیگه نمیخوا ببینی؟ ماه دیدی؟ نمیخوا این ستاره ها رو ببینی؟ شب مهتاب اون قرص کامل ما دیگه نمیخوا ببینی؟ چشمت میخوا ببندی؟ بابا اینا تماشایی داره، بخوان از اون دنیا بیان ببینن اینجا را. شما میخوا خودت به اون دنیا بفرستی؟ دیگه نمیخوا آب چشمه خنک دیگه نمیخوا بخوری، دست صورت تو با اون آب چشمه بشوری. به این 4 فصل طبیعت نگاه میکنه، هر فصل یه میوه میاد. تابستان میشه یه میوه میاد، پاییز میشه یه میوه میاد، زمستان میشه یه میوه میاد، بهار میشه یه میوه میاد. همه اینها را قلم بزن، همه اینها را رد میشی. از مزه یک گیلاس میخوا بذاری؟ نگذر. من میگم رفیقتم نگذر، حالا میگذر. حالا ما غریبه، شما هم غریبه. بری هم دوستتم، بمانی هم دوستتم. در هر صورت مخلصت دوستت هستم. بمانی هم دوستتم، بری هم دوستتم. خدا حافظش.